بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد احمدك و استعینک الیک الجأت و الیک فوضت امری آل محمد ائمتی و بهم اقتدی. بحثمون در ادله‌ای بود که اقامه شده است بر عدم زمان بایع فضولی نسبت به عوض ثمن برای مشتری. دلیل اول را در جلسه قبل گفتیم و جواب دادیم، اما دلیل دوم تمسکوا به عدم الزمان بالاتفاق علی عدم الزمان. گفتن ما اتفاق فقها را داریم که در این مورد بایع فضولی ضامن نیست در صورت تلف. عرض ما این است که هیچ وجهی برای اعتبار این اتفاق نیست، به خصوص با مخالفت جمعی از فقها که منهم محقق رضوان الله تعالی علیه و از طرف دیگر معلومیت و مدرک متفقین، اون کسانی که اتفاق کردن مدرکشون مشخصه. پس یک دلیل مستقلی این اتفاق تلقی نمی شود. اما تمسک به قاعده ما یضمن به صحیحه یضمن به فاسده، استدلال به این اکل از قفاست. چرا؟ چون این قاعده را ما مفصل البته توضیح دادیم. این قاعده اصلا و اکثا مفاد نصی نیست و معقد اجماع معتبری هم نیست. انما الاعتبار به مدرکها لا به نفسها، و مقتضای مدرکش زمان است الا اذا اثبتت المجانیه. خب و ما میخوایم در آخر بعد از این که ادله دو طرف را گفتیم و خودمان را هم ملزم کردیم به تقویت زمان، بگیم این نزاعی که بین فقها هست میتوان آن را یک نزاع لفظی قرار داد. کسی که قائل به زمان میشود در جایی است که احراز نشده باشد مجانیت، یعنی در جایی که مشتری اقدام نکرده باشد بر عرض کنم خدمتتون مجانیت، یعنی که انه مجانا مال خودش را در اختیار بایع قرار داده باشد. اگر این احراز نشده باشد ما اینجا قائل به زمان میشویم، و کسی که قائل شده است به عدم زمان در اون جایی است که احراز کرده باشد مجانیت را. البته اگه مراجعه بفرمایید میبینید کلمات قوم در ما نحن فی واقعا مضطرب است، غیر منقح است، ولی با همین بیانی که ما خدمتتون عرض کردیم هم در فهم اصل موضوع، هم مقتضای اصل موضوعی، اصل عملی و قواعد وارده در باب و جواب از استدلالاتی که نسبت به عدم زمان داده شده است، می توانید مسئله را به خوبی درک کنید و اون را منقح شده تحریر بفرمایید. خب برمیگردیم به اصل مسئله که این بود که اما حکم المشتری مع بایع الفضولی فمع علمه بکونه غیر مالک فالمعروف بین الاصحاب انه لیس له الرجوع به عوض الثمن اذا تلف عند البایع الفضولی. مشتری نمیتواند، که ما اینجا عرض کردیم و اندی فیه اشکال بل منع، ما منع کردیم عدم رجوع را و تقویت کردیم رجوع و زمان را. و طریق الاحتیاط البته در آخر التراضی است خروجا عن خلاف و مخالفت ما نسب الی المشهور، اگرچه مشهورم در این زمینه دلیلی ندارد. این حالا صرف احتیاط است. و مع البقاء، نه در صورت تلف، و مع البقاء ان یجوز له استرداد. چرا؟
یجوز برای مشتری استرداد لأصالت عدم خروجه عن ملکه، یک. دو، و فحوا جمیع ما تقدم فی الرجوع فی التلف، همونجور که در تلف میتواند رجوع کند، اینجا به طریق اولا که تلف نشده است میتواند رجوع کند. کما انه یجوز له الرجوع مع الجهل بکونه فضولیا، همونطور این در صورت علم بود، فمع علمه بکونه غیر مالک. اما ما صورت دیگری را میگیم که یجوز و باز له الرجوع مع الجهل بکونه فضولیا سواء کان الثمن باقیا او تالفا. دلیل چیه؟ اجماع است و قاعده ید است و قاعده احترام. اینم از این مثل. ولا یجوز للفضولی التصرف فيما انتقل الیه مع علم المشتری بالفضولیه، با اینکه مشتری هم علم به فضولیت دارد، اما فضولی نمیتواند در اون چه که به او انتقال داده شده است تصرف کند. چرا؟ خیلی واضح است، لانه اکل المال بالباطل، مگر اینکه احراز شود مجانیت مطلقه من کل جهت. خب این هم از تمام بحث در این مسئله. مسئله جدید که اینم باز از اهمیت خاص و ویژه‌ای برخوردار است و نیاز به دقت بیشتر هم دارد. کل ما یغرمه المشتری للمالک، تمام خساراتی که مشتری متحمل می شود به نسبت به مالک، او ترد علیه من الخسارات، یا تمام خساراتی که بر مشتری وارد می شود و تمام غراماتی را که به مالک می دهد، در تمام ما یغرمه المشتری یرجع به الی البایع، بایع الفضولی. مشتری در جبران و به دست آوردن همه این خسارات مراجعه می کند به بایع فضولی، مع الجهل بکونه فضولیا، بلکه مع العلم ایضا، بلکه اگر علم باشد به کونه فضولی هم باز مراجعه می کند. اذا صدق الغرور منه عرفا، در صورت علم اون جایی که صدق غرور عرفا می کند. چرا؟ لقاعدت الغرور التي هي من قواعد معمول بها فی ابواب الفقه. خب حالا در این مسئله ما باید مفصل‌تر بحث کنیم. این حالا صدر بحث بود، من خدمتتون عرض کردم. چند بحث و چند جهت از بحث در اینجا هست، اینا رو باید خوب دقت کنید، تک تک من میگم بررسی میکنیم. جهت اول این است که آیا قاعده غرور از قواعد تعبدیه است که ما احتیاج داشته باشیم برای اثباتش به دلیل تعبدی، یعنی باید متمسک بشیم به دلیل تعبدی برای اثباتش، یا اینکه قاعده غرور از قواعد عقلایی است و یکفی عدم ثبوت و رد عنها، همین که رد از شارع به آن نرسیده است کافی است. حق در مسئله این است که قاعده غرور از قواعد عقلایی است، لذا ما میبینیم جمیع ملل، ادیان، بلکه کل بنی البشر این گونه است که در مغرور این گونه میگویند که تشبست به قاره، باید مراجعه کند در اون مقداری که فریب خورده است و اون کسی که او را فریب داده است. و همه عقلا حکم میکنند به حسن این تشبس و یوبخون الغار، و آقای فریبکار را و فریب دهنده را توبیخ میکنند. و همین عقلا علاوه بر توبیخ یک توبیخ عملی هم دارن و یلزمونه به دفع الخسارات المغرور، تمام خسارات که بر مغرور وارد شده آقای قار باید بدهد. فما نسب الی نبینا الاعظم صلی الله علیه و آله المغرور یرجع الی من قره، این فرمایشی که از پیامبر نسبت داده شده است، البته من این را عرض کنم در هیچ کتاب حدیثی من این را پیدا نکردم. بله در کتب فقهیه استدلالیه بیان شده است، اما در کتب حدیث پیدا نکردم. شما عنایت بفرمایید، زحمت بکشید، مراجعه کنید، ببینید منبع حدیثی این کجاست.
در چه کتابی ذکر شده است. یک نکته‌ای که باید خدمتتون عرض کنم این است که متن این حدیث یشهد به اعتباره. ما اگر این مطلب را توجه کنیم، بسیاری از روایات ما در ابواب مختلفه فقه قابل تصحیح است. متنگرایی و توجه به متن که خیلی جاها متن شهادت میدهد به اعتبار حدیث و ما را بی نیاز می کند از زحماتی که برای تصحیح سند می خواهیم بکشیم. پس این متن اینجا چون هماهنگ با بناء عقلا و عقل سلیم و فطرت سلیم است، دیگه ما را بی نیاز می کند و احتیاج نداریم به تکلف تصحیح سند. از یه طرف فقهای فریقتین اعتمدوا علیه و همین مقدار که همه بهش اعتماد کردن و بر پایه بنای عقلا و سیره عقلائیه بیان شده است، همین مقدار کفایت میکند در صحت اعتماد به این حدیث. البته این مطالب را که خدمتتون عرض کردم که حق مطلب ادا بشد، همه اینها را مرحوم استاذ و اساتذتنا فخر المحققین و المدققین مرحوم آیت الله عظمای شیخ ضیاءالدین عراقی که معروف به عراق، که اون موقع به عراق ما میگفتن عراق عجم، بعد شد عراق، ایشان تصریح دارد و اون بزرگ استادهای ما و اساتید ما که در درس ایشان شرکت میکردن فرمودن که این کلمات را مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی رضوان الله تعالی علیه در درسشان میفرمودن. خب پس این قاعده شد یک قاعده عقلائیه. حالا استدلال‌های دیگری هم برای قاعده غرور شده است که آنها را در جلسه آینده خواهیم بررسی کرد. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.